امشب شب قدر است من قدر ندارم. امشب شب قدر است من قدر ندارم. چی سازم توشه قبر ندارم. اگر امشب به معشوقت رسیدی، اگر امشب به معشوقت رسیدی، خدا را در میان اشک دیدی. کمی هم نزد او ما را دعا کن، کمی هم نزد او ما را دعا کن، کمی هم جای ما او را صدا کن. بگو یا رب فلانی را سیاه است، بگو یا رب فلانی را سیاه است، دو دستش خالی و غرق گناه است. بگو یا رب توی دریای جوشان، در این شب رحمتت را بر ما بپوشان. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته برادران و خواهران اهل اسلامی من. چگونه شب قدر را گذرانیم؟ تا قدری توان 2 رکعتی نماز نفل با رکوع و سجود طولانی خوانیم. پس نشسته قرآن زیاد تلاوت کنیم. هنگام نزدیک شدن صبح دست بر دعا برداشته دعا کنیم. از خطاها و گناههای کرده خود اظهار پشیمانی کرده از الله بخشش پرسیده توبه کنیم. برای خود، والدین، فرزندان، خاندان و تمام مسلمانان طلب هدایت، رحمت، مغفرت، برکت و جنت الفردوس کنیم. دعایی که رسول الله صلی الله علیه و سلم به مادرمان عایشه برای شب قدر تعلیم دادن این است: اللهم انک عفو تحب العفو فاعف عنا. یعنی خدایا بخشنده هستی و بخشیدن را دوست می‌داری، پس ما را ببخش. شب قدر یکی از فضیلت‌های این شب این است که لیلة القدر خیر من 1000 شهر. شب قدر از 1000 ماه بهتر است. یعنی برابر با یک عمر انسان است، حتی بهتر از آن است. پس خوش به حال کسی که این شب را در می‌یابد. از ابو هریره رضی الله عنه روایت شده است که پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمودند: هر کس شب قدر را از روی ایمان و اخلاص انتظاری پاداش از خدا به عبادت باشد و نخوابد، گناهان گذشته او برایش آمرزیده می شود. شب قدر شب است معتدل، نه گرم است و نه سرد، روشن و سفید است، گویا که در این شب ماه کلا نمایان است. در شب قدر شیطان بیرون نمی آید تا اینکه روز نشود.